مردم افغانستان کسک اول قدرت دنیا را شکست داد. ایران چی هست؟ معنای افغانستان یک معنا داره که میگه انسان فداکار غلام اجانب نمیشود. والا از پیش از اینو ما شما تقاضات کنید که جوانای ما شما را، فامیلای ما شما را، دیگه همین سفیدای ما شما را اذیت آزار نکنه. اگه بخواین که اذیت آزار بکنه باید از ما شما نتیمشانه دیگه کشور. امریکا امروز فریاد میده که 84 میلیارد دلار ما سلا و تانگ اینجا مانده، بردن نتونستی که مانده. اینجا زور بود که آمد عاجل. ایران خودش دکدایی است، پولش همیال ناچل است. امروز اقتصاد نداریم، غیرت خدا داریم، فضل خدا قدرش آمد هست در وجود ما که ما بتونیم از خاک خود دفاع کنیم. با هم روی صلح و روی همبستگی بکنن، نه به این که خدا نخواسته روی زور و زورگویی. زور و زورگویی در افغانستان چالش نداره. گشت هموطن ما را جوانا زیر خاک شد، هنوزم دلشان یک نکرده. همسایه‌داری خو این رقم نیست. در کاسه چیزی نباشه دیگه تو بیا و زور گرفته میتونی. اگر جنگ جریان پیدا کنه آماده هستی که من حیث یک افغان دفاع کنی؟ های کلشنکوف دا چکابی که جنگ میکنم نمیدی سفید. السلام علیکم هموطنان عزیز، خوش آمدین به یکی دیگه از گزارش امروزی ما. شما بیننده گزارش ما از چینل یوتیوب اور کابل هستین. هموطنان عزیز، قسمی که آگاه هستین و دیدین جنگ شدید در مرز بین ایران و افغانستان با نیروهای امارت اسلامی جریان داره. موضوع برنامه ما هم امروز دمی باره است که ایرانی ها عقابه میخواهند و آب میخواهند از افغانستان و نظریات هموطنان ما را میشنویم که اونا چی نظر دارند در این باره، چی گفتنی دارند. خب این کنار ما یک هموطن ما هست، میبینیم که نظریات اینا در این باره چی است. السلام علیکم. السلام علیکم برادر، خوب هستین؟ چی حالین؟ سر شما خوب است؟ نباشین خوب هستین؟ اسمتان؟ اسم من انجینیر عبدالواسع خانه، باشنده نایه دوم شهر کابل هستم. انجینیر صاحب بزرگوار، آگاه هستین که جنگ شدید فعلا در مرز بین نیروهای امارت اسلامی و ایرانیا جریان داره و جنگ هم سر آب است. نظر شما در این باره چی است؟ آیا آب بتیم برشون یا نتیم؟ خب نظر به این، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از این براتون میگم که نظر به معاهده که اینا امضا کردن در سنه 1351 که وزیر خارجه از بخش ما و شما امضا کردن که مقدار و هوی که برش تعیین شده او هوا فعلا در بند ما و شما وجود نداره و اینا خواهان هوا مکمل خود هستند. اگر اینا هوا میخواین روی تفاهم، روی صلح، روی همبستگی بکنن، نه به این که خدا نخواسته روی زور و زورگویی. زور و زورگویی در افغانستان چالش نداره، به خاطر از اینکه آمد از چندین ابرقدرت‌ها آمدن و گنده شدن و رفتن. ایران هم باید از اونها عبرت بگیره، خودش بفهمه که اینجا مثلا مسئله زور نیست، مسئله هوا است. باز یک نکته که رئیس جمهور ایران یک نکته را برای مردم افغانستان یک ماه مهلت دادن، یک اجل اعلان کردن. این در بلاجل تمام ابرقدرت‌ها دادن ولی در طول بسیار محدود وقت نابود شدن و رفتن. ما در اینجا حکومت داریم، امارت اسلامی فعلا حکومت ما باید با امارت اسلامی بشینن، تفاهم بکنن، بشینن گپ بزنن. اگر در بند او وجود است، موسی شفیق وزیر خارجه امضا کرده برشان، اوشان نبوده. اگر او نیست بس او چیز یک وقت در کاسه چیزی باشه که آدم بخوره، اگه نباشه رو چی بخورن؟ در کاسه چیزی نباشه دیگه تو بیا و زور گرفته میتونی پیپند عمومی ما را چپک که ما او بگیریم. نه برادر، باید ایران از گذشته هایی که در افغانستان طی شده بر قدرت‌ها باید خود درس عبرت بگیره. در مقابل ببخشید حرفتان گرفتم انجینیر صاحب، در مقابل آب باید ایران برای ما چی بده؟ در مقابل یک لیتر، 2 لیتر تیل، 1 لیتر او و هم تیل دیزل گفته جنرال صاحب مبین خان که قدرتش صدقه کموت یک گپ هم برش زده، یک بشکه او برش مونده گفته 1 بیلر تیل بده خلاص بین او بی سالا بر روان میکنیم. اگر روی تفاهم باشه، روی یک مسلمانی باشه، روی یک دو مملکت اسلامی است، چون ما خواهان جنگ نیستیم. افغانستان از جنگ خسته شده، دیگر نمیخوان. باز اگر در افغانستان میخواد که ایران حمله کنه و داخل شوه، داخل شدن در افغانستان بسیار زود است، برآمدنش نابود شدن همون کشور است. ایران و شوروی، انگلیس و امثالش، امریکا با 42 کشور. امریکا امروز فریاد میده که 84 میلیارد دلار ما سلا و تانگ اینجا مانده، بردن نتونستی که مانده. اینجا زور بود که آمد عاجل قبله شدی رفتی. ایران هم همه یک شکل است. بگذارین
روی تفاهم باید اگر بسیار بسیار که دلشان را درد گرفتن برند از شورای امنیت عریضه بتن، از شورای امنیت پیش بیان. امنیت که حالو رئیس جمهور ایران میگه که به ما آیتای ما را اجازه بدین که ما بنده ببینیم. تو هیچ وقت حق نداری که حریم محرم ما را تو بیایی چک کنی. تو برو از ملل متحد از شورای امنیت اسناد بیار که بدر او ما هست یا نمیتن. اگه اوید بود عقابت الاس خدا کنه یک هفته بعد بره تو میفهمی اوید. ما سرعبش ممکن نیستیم چون وزیر خارجه سابق ما شما موسی شفیق مرحوم امضا کرده به صلاحیت ظاهرشاه. این باید برش داده شوه، ولی در صورتی که ما پیشتر براتون عرض کردیم که در کاسه چیزی باشه که ما بخوریم تا متقی صاحب یک گپ زد گفت دعا کن که باران شوه ما بخوریم تا اونا یک چیزی را تمسخر فکر کردن. او یک حقیقت زد وقتی که در ملک خود ما تو باران نیست او نداریم در بندای خود ما برای چی بتیم. ایرادی از ایران از رئیس جمهورش امیر خواهش میکنیم که لطفاً با مردم افغانستان خود درگیر نسازن چون ما بسیار مردم بیچاره و فقیر هستیم. به اتفاقی در بین خودمون موجود است ولیکن در سه کشورهای بیگانه که حمله کنه باز هزاره، ازبک، ایماق، پشه‌ای، نورستانی، پشتون، تاجک همه ملت اینا ترمشت هستند. باز اینا را نمیگذارن که دیگه از ختم. چون اگر شما یادتان باشه ما در سال 1376 در نیمروز بودم زمانی که در اینجا نیروهای طالبا قدرت داشتن 11 دیپلمات اونها کشته شد. اونا با 200,000 سپاه 500 طیاره جنگی و چقدر آمدن سر مرز. ما در نیمروز در یک هتل بود به نام نجیب هتل اگه شاید باشن صدای ما شاید بشنون. در اونجا ما شیفته بودیم که اونا شو با 200,000 نیرو آمدن. مجرد که یا با 20 کاستر نفر رفته بودن انداخت کردن تا طیبات. یک دونه ایرانی رو ما ندیدیم تا طیبات فرار کردن. این مردم افغانستان است، اینجا افغانستان است. یک بار به می حرفای کلمه افغانستان اینا درک کنن که افغانستان چی معنا. بازو پای میبرن که افغانستان معنایش بفهمن. ما از کشور ایران خواهش میکنیم که سر میز مذاکره با دولت داریم اینجا. حال فعلا قدرت است، امارت اسلامی در سراسر افغانستان حاکم است. باید بشینه که وزیر خارجه که ملت افغانستان یک پارچه است، هیچ وقت خدا نخواسته نابود شدنی نیست و نابود میسازه کسایی که سر افغانستان حمله کنند. تشکر از شما. زنده باشید. خب هموطنان عزیز دیدین که انجینر صاحب بزرگوار بسیار یک پیام زیبا و پیام به ایرانی ها هم دادن که اگر جنگ درگیر شوه بین ایرانی ها و امارت اسلامی شما من حیث یک افغان آیا آماده هستی که دفاع کنید؟ والا برادر تو است که ما در سال یک وقت یک معلم تاریخ داریم میگه معنای افغانستان یک معنا داره که میگه انسان فداکار غلام اجانب نمیشود که حرف ف و الف تا نونش امی معنا را میده که انسان فداکار غلام اجانب نمیشود. و اگر جنگ شوه خب او مادر است، وطن مادر است، حیثیت ناموس داره. هر وقتی که در وطن ما تجاوز میشه وطن سوی دزدرازی دزبور قرار میگیره هر کس که باشه به خون انسان به جوش از طفل تا خرد مجبور هستیم. اگه امروز اقتصاد نداریم غیرت خدا داریم، فضل خدا قدر شامت از وجود ما که ما بتونیم از حق خود دفاع کنیم. اگه این برد باشه نفع ما یا باخت باشه در مقابل تجاوز، اما جنگ ناخواسته نه که ما بریم جنگ خواه باشیم، طرف جار جنگ نیستیم. اگه اونا بخواین که ما را بترسانن و بخواین که به زور کار تامین سر ما بکنن در اون صورت مردم افغانستان حاضر است. ما دیگه چیز از دادن نداریم دیگه. ما کوشش ما به است که عقیده به استیم که بخیر به خوبی ان شاء الله به خوبی همین از طریق مذاکره و مسالمه حل شود بخیر که به نفع دو کشور تمام. بسیار تشکر از پیام زیبایتان. سلامت باشین شما. خب شما من حیث یک افغان اگر جنگ جریان پیدا کنه شما آماده هستین از وطنتان دفاع کنید؟ یکی از سرم تیر هستم در حساب وطن. 2 دوره اسکری کردیم در دیگه ما شما جنگ از یاد دیدیم، از جنگ نمیترسیم. ما عمر ما در جنگ تیر شده، عمر ما در جنگ تیر شده. کشتم وطن ما را، جوانا زیر خاک شد، هنوزم دلشان یک نکردن. همسایه‌داری خو این رقم نیست. حق و حقوق همسایه مطابق و شریعت دین مبین اسلام پیش برده میشه. خب بسیار تشکر حاجی صاحب بزرگوار از پیام زیبایتان. شما سربلند و کامیاب باشید. قربانتون. خیر باشید. موضوع هم سر آب است. ما بدیم برشان یا ندیم؟ والا خوب است که آبته که باید کشتار نباشه که وطن ما شما او طرف این طرف آرامی باشه، کشتار نباشه. جوانای ما شما زیر خاک شد
من میخوایم که افغانستان ما شما آباد شود، آرامی شود، ایران ما شما آبادی آرامی شود، ضرر بر کسی نرسانه، دیگه مزاحم کسی نشه. این خیلی تقاضا داریم دیگه. حالا در بدل همی آبی که ایران میخواه چی باید از پیش اونا ما چی تقاضا کنیم؟ والا از پیش از اینا ما شما تقاضا کنیم که جوانای ما شما را، فامیلای ما شما را، دیگه مسافرای ما شما را اذیت آزار نکنه. اگه بخواین که اذیت آزار بکنه باید از ما شما اوی نتیمشانه دیگه، باید از آرامی شوه، باید هم مزاحمت ما شما نشه دیگه در ایستاد. یعنی شما هم طرفدار جنگ نیستین؟ ما طرفدار جنگ نیستیم، باید از آرامی شوه، سرخ شوه در افغانستان ما شما. اگر جنگ جریان پیدا کنه شما من حیث یک افغان آماده هستین که دفاع کنین؟ والا آماده هستین دیگه، به ایستاده که آماده هستین که باید از سرخ شوه، کشت و کشتار نشوه. ما شما در بین خود بشیم، صلح کنیم، دیگه گپ بزنیم، مصاحبه کنیم، باید که این کشت و کشتار از این وطن ما شما، از افغانستان ما شما باید که رها کنه، گم شوه، برای افغانستان ما شما آبادی شوه، آرامی شوه. خب امی آجی صاحب ببخشین، این امی در بدل امی آب چی تقاضا دارین؟ پیامتان به ایرانی ها چی است که در بدلش چی بتن برای ما؟ برای چی بده؟ تیل بده که ما حکومت مسیحه، کار مسیحه، محترم ما در کار بفته، شرکتای ما در کار بفته. ما خود تیل نداریم. تیل ما شما کدام ما شما نداریم؟ بیا ما بتونیم تیل بده. چی کار میره تیل بده؟ تیل میده. ولی ما شما خود در تیل ایتاج هستیم. یعنی مترگای ما حالا 100 روپیه میبره. اگه تیل بده 50 روپیه میبره. 40 روپیه میبره. خب آجی صاحب اگر جنگ جریان پیدا کنه آماده هستی که من حیث یک افغان دفاع کنیم؟ های کلاشینکوف دا شکا بی که جنگ میکنم. دمی دیستا پید. اگه جنگ نکردم باز بگو. یعنی سلامت بدم. 20 سلامت پیشو با خدا پیش میشه. اول نمبر اگه پیش نشدم از چیک مدینی بگو. از طرف موضوعات است. اول نمبر پیش میشم با خودم کل مردم خودم وکیل منطقه مستم میشد. کل وکیل منطقه مستم. امیج است. امیج جنگ اول میکنم. حالا مسئله زور شده، پس قرارداد لبنان بسازش از بین ببرش هیچ نتیشه. کل افغانستان حاضر است که هیچ کار نشه. اگر آمدش مطابق تیل بگیره از پیشش. در غیر از او از امارات اسلامی میخواهیم که از مردم 5 روپیه تکس بگیره که سر زیربنیای افغانستان مصرف کنه که افغانستان جور شود. ایران سردوری کنه. مردم افغانستان کسک اول قدرت دنیا را شکست داد. ایران چی هست؟ ایران خودش در گدایی است. پولش امیال ناچل است. از ایران خیلی از چلش افتیده. آه 1000 روپیه 2 روپیه میشه، 2 افغانی میشه. پول از او بخی ناچل است. خود از او اقتصاد نداره، در کاسه گدایی است. دیگه افغانستان خود زدن نمیده. افغانستان خود چیز داره که از نگاه هر چیز که بگوی افغانستان فعلا داره. همت که بود همه چیز است. دیگه مردم ایران قدر خواهان جنگ هم نیستن. اون مردم آزادی خواستن دیگه هستن. مردم افغانستان حقوق خود برای هیچ کس برای هیچ وقت برکت نمیده. از شما بسیار تشکر از پیام زیبایتان. شما پیروز و موفق باشید. با عزت و سلامت. کنار ما یک برادر عزیز و مستعد است. خدا معرفی کنین. اسمم فهیم از چارقلای وزیرآباد. خب فهیم جان چی کار میکنین؟ همینجا قصابی داریم. بسیار خوب. فهیم جان قند دیشب شما شاهد بودین که جنگ بین نیروهای امارت اسلامی و ایران جریان داشت. پیامتان چی است به دولت مردای ایران؟ دولت مردای ایران که امارات خود بند نکنه فایده نمیکنه. همین خوب است که قدم امارات خود بند نکنه. امارات خود گفتهشان پیش از پیش که ما میزنیم. از ایران ما چیز نمیخوایم، اونا از ما آب میخوایم. در مقابل 10 لیتر باید برای ما چی بتن؟ برای ما 20 لیتر تیل بتن. تیل بتن ما آب میتیمشون. خب اگر اونا از زور کار بگیره یک تانک و تجهیزات مکمل داره ایران فعلا، آیا دل گرده جنگیدن با افغانا رو داره؟ خدا را شکر افغانستان هم کل چیز داره. بشکه بمب داره که فامیدی دیشه. خدا را شکر افغانستان هم تانک داره. دیگه گپ بازی نخورن. زده تانک داریم ما. دادن انفجاری جان فدایی ها را که در جانش رایی کردیم کلش هم میپرادن. خب اگر
اگر این موضوع از این طریق حل نشد یعنی از رای جنگ پیش بره یا شما بیشتر نه، از طرفدار صلح هستید؟ طرفدار صلح هستیم. خب همین خوب است که فامیل بشینن در بین خود جرامت کنن. اگر باز جرامت نشد دیگه مجبور هستیم که ده بشن. این مجبوری است دیگه. اول خب باید جرامت کنن. از حق خود باید دفاع کنیم. همین خوب است دفاع کنیم. من حیث یک جوان افغان شما آماده دفاع از وطنت هستی اگر بله، جنگ بله. جریان پیدا کنه؟ بله چرا نیستیم افغانستان کشور ماست، وطن ماست، ما دوستی داریم. با همسایگان خود که دشمن ماست ما میزنیم. هر قیمت خون ما که باشه ما میزنیم. خب بسیار تشکر از نظریاتت. کامیاب و موفق باشید. دوستان عزیز شما برنامه دیگه ما را هم ببینید. تو چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، زنگوله را فشار بدید و منتظر انتقاد نظریات سالم شما هستیم. بدرود.